مارک توین یه جمله داره که من عاشقشم. میگه هر آدمی 2 بار متولد میشه. بار اول تایمیه که به دنیا میاد، بار دوم تایمیه که میفهمه چرا. یادم تو 19 سالگی تایمی که دقیقاً فکر میکردم دارم همه چی رو خیلی خوب پیش میبرم، توی مهمونی بودم و یکی از من پرسید نیما هدفت از زندگی چیه؟ گفتم من میخوام یک فرد موفقی بشم. ازم پرسید چجوری میخوای موفق بشی؟ و من دیگه اصلا نفهمیدم بقیه مهمونی چی شد. من کل مهمونی ذهنم این بود که واقعا چجوری باید موفق بشم. اگه تو هم مثل همین نیمای 19 ساله‌ای، تو این ویدیو تو 4 مرحله میخوام بهت کمک کنم که این مشکل رو رفع کنی. اما قبل از اینکه هدف زندگی تو پیدا کنی، بعد بدونی یه هدف خوب چه ویژگیایی داره. تو مرحله اول بعد واضح و شفاف باشه. بذار مثال واسط بزنم. به جای اینکه بگی میخوام ورزشکار بشم، بگو میخوام فوتبالیست بشم یا میخوام بسکتبالیست بشم. هدفت رو واضح و شفاف بگو و در مرحله بعد قابل اندازه‌گیری باشه. مثال اگه هدفت خرید یک خونه است، این خونه از 1 میلیارد خونه داریم تا 500 میلیارد. برای همین بعد مقیاس یا اندازه‌شو مشخص کنی. قطعاً تلاشی که نیاز واسه یه خونه 1 میلیاردی بکنی خیلی متفاوته واسه یه خونه 100 میلیاردی. مرحله اول انتخاب هدف. ببین برای اینکه بتونی هدفتو انتخاب کنی، فقط کافیه یه خودکار و یک دفتر برداری و یک سری سوالا از خودت بپرسی. مثلا اگه میخوای یک وسیله بخری، فقط کافیه از خودت سوال کنی کدوم وسیله است که اگه نخرم واقعا نیما نیستم، یا چه وسیله‌ای که از ته دلم دوست دارم داشته باشمش. میتونه یک آیفون باشه، میتونه خرید یک خونه باشه یا هر چیز دیگه. یا اگه این هدف یک موقعیت اجتماعی یا یک شغلیه، فقط کافی از خود بپرسی از چه کاری لذت میبرم، یا این کدوم کاریه که میتونم هر روز صبح پاشم بدون که خسته بشم بخوام انجامش بدم، یا اون چه کاریه که میتونم واسه نیما همین الان 0 تا 100 رو توضیح بدم و نه تنها 1-2 ساعت بلکه چندین روز میتونم راجبش صحبت کنم. یا 30 سالگی 40 سالگی خودمو چجوری میبینم، قراره کجا از خواب بیدار بشم، چه شغلی برم و چه زندگی واسه خودم داشته باشم. اگه واسه هیچ کدوم از این سوالایی که من پرسیدم جواب نداری، فقط کافیه کتاب بخونی، پادکست گوش بدی یا ویدیو ببینی از زندگی افرادی که نتیجه گرفتن، افرادی که موفق بودن، تونستن اولین میلیون دلار یا اولین میلیارد تومنشون رو در بیارن و بعد گوش دادن 20 تا 30 تا زندگی بالاخره به یکیش اینجوری میشی که چقدر زندگیش باحاله کاش منم اون زندگی رو داشتم، کاش منم اون کار رو انجام میدادم، کاش واقعا من جای اون بودم. و اونجاست که هدفتو انتخاب کرد. اتفاقات زندگیتو جدی بگیر. من اولین باری که فهمیدم به این حوزه علاقه دارم، داشتم با یکی از دوستام که قصد خودکشی داشت صحبت میکردم و بعد 2 ساعت و 45 دقیقه به من گفت نیما من نیاز به صحبتات یکم فکر کنم. و بعد 1-2 ساعت دوره بهم زنگ زد و گفت من فکرامو کردم و واقعا حرفات نجاتم داد. ببین اون روز انگار دنیا رو به من داده بودن و اونجا دقیقاً همون لحظه‌ای بود که من فهمیدم هدف زندگی من چیه. مرحله دوم اولویت بندی. ببین الان که 10 20 یا حتی 30 تا هدف واسه خودت نوشتی، وقتش اولویت بندی کنی. یعنی چی؟ یعنی بر اساس مهمترین به کم ارزش ترین دسته‌بندیشون کنی و اون موقع که این دسته‌بندی رو انجام دادی، حالا تایمشه 2-3 تای اولو جدا کنی و فقط رو اونا تمرکز کنی. بذار مثال بزنم. اون موقعی که تازه به توسعه فردی علاقه پیدا کرده بودم، 12 تا عادتی رو نوشته بودم که هر روز انجامشون میدادم و بعد یه ماه به خودم اومدم دیدم اوکی من دارم 12 تا عادت خوب مثل دوش آب سرد، مثل کتاب خوندن اینا رو انجام میدم، ولی واقعا هیچ کدومشون پرفکت انجام نمیدم. اون موقع بود که این ایده به ذهنم رسید آقا من فقط کافیه در طول روز 2 تا کار، 3 تا کار یا 4 تا کار نهایت انجام بدم، ولی اون کارا رو پرفکت انجام بدم. به جای اینکه هم برنامه‌نویس بشم، هم یوتیوبر بشم، هم بخوام اینستامو پیگیری کنم، هم بخوام دانشگاهمو پیگیری کنم، هم بخوام مهاجرت کنم، هم بخوام زبان یاد بگیرم، بیام 3 تا کار رو انتخاب کنم ولی تو اونا پرفکت انجام بدم. یعنی به جای اینکه متوسط باشم، توشون عالی باشم. مرحله سوم تقسیم هدف. حالا که اون 3 تا هدف رو جدا کردی، بیا یه سری چک لیست واسه هر کدومشون بنویس. به اصطلاح نقشه راهتو بنویس. فقط به این نکته توجه کن که تو این چک لیست قرار پروسه رو بنویسی، نه هدفتو. مثلا اگه میخوای یوتیوبر بشی، به جای اینکه بنویسی 1000 تا سابسکرایبر و بعد ساختن 2-3 تا ویدیو بخوای ناامید بشی، بنویس ساختن 3 ویدیو در ماه. اینجوری هم با انجام دادنش اینا رو تیک میزنی و انگیزه میگیری، هم بعد یه مدت به خودت میای میبینی 1000 تا سابسکرایبر چیه، به 10,000 تا هم رسیدی و اون هدف اصلی تو تیک زدی. مرحله چهارم انجام اون کاره. ببین شاید آماده شدن واسه اون کار خوب باشه، نوشتن چک لیست واسه اون کار خوب باشه، پیام دادن به دوستات و مشورت کردن راجع به اون کار خوب باشه، خوندن کتاب راجع به اون کار خوب باشه، خالی کردن تایمت واسه اون کار خوب باشه، خریدن کتاب خوشگل واسه اینکه بخوای اون کار رو شروع کنی خوب باشه، یا حتی دیدن این ویدیو خوب باشه.
اما هیچ کدوم انجام اون کار نیست. ببین، نه پدر یا مادرت قرار زندگی تو تشکیل بده، نه اون رفیقت که حتی حاضری جونتو بابتش بدی. این خودتی که با کارهای الانت آینده‌تو مشخص میکنی. پس الان که هدفتو انتخاب کردی، وقتشه با این ویدیو اینجا شروع کنی و اینو یاد باشه تمام تغییرات در شروع دشوار، در میانه پرپیچ و خم، اما در انتها زیبا. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play.